من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. در آیات گذشته ذکر بعضی از منافقین بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم را متهم می کردن به پارتی بازی در تقسیم صدقات. الله تعالی منشأ اعتراض اونها را بیان فرمود که فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. دلیل اصلی اعتراض و علت اصلی اعتراض اینه که اگر به خودشون چیزی تعلق بگیرد یه چیز خوبی بهشون داده بشه راضی میشند و اگر نه ناراحت میشند و اعتراض میکنند. بس اعتراض به حقی نبود، اعتراض شخصی بود. بعد از اون اعتراض الله عزوجل در بیان مصارف صدقات اعتراض اونها را جواب میده که این صدقات، اموال غنیمت، اون چه که به دست می آید این مال شما نیست، اینها باید به مصرف این افراد برسد. 8 صنف را و 8 گروه را الله عزوجل مشخص می کند که این 8 گروه مصرف صدقات هستند. انما الصدقات للفقراء. صدقات برای فقرا هست، یعنی صدقات فرضی به فقرا داده بشه به قدر کفایت، والمساکین به مساکین داده بشه. فقیر و مسکین هر دو اون هست که ندارد، اما بعضی گفتند که فقیر اونه که مقداری دارد، مسکین اونه که هیچی ندارد.
فقیر اونه که مقداری دارد، مسکین اونه که هیچی ندارد. چون که در قرآن مجید آمده او مسکینا ذا متربه، مسکینی که خاک دارد. خاک دارد کنایه از چیه؟ از اینکه هیچی ندارد. پس مسکین همونه که هیچی ندارد، فقیر اونه که مقداری دارد، بخور و نمیری دارد. این هر دو مصرف صدقات شما است. بعضی گفتم برعکس، مسکین اونه که چیزی دارد، فقیر اونه که هیچی ندارد. باز هم استنباط از قرآن در سوره مبارکه کهف در جریان موسی علیه السلام و خضر داریم که موسی وقتی که از خضر پرسید چرا این کار را کردی، چرا کشتی را شکستی، گفت و اما السفینه فکانت لمساکین، این کشتی مال چند تا مسکین بود، چند تا مسکین ناتوان. خب پس اونها یک چند نفر شریکن، یک کشتی گرفتند کرایه کشی میکنند، اونها را قرآن میگه مسکین. پس بعضی میگن مسکین اونه که چیزی دارد، فقیر اونه که چیزی ندارد. علا ای حال فرق بین فقیر و مسکین بین علما اختلاف است. شما اینطور بفهمید که یکی از اینها ناداره، یکی نادارتره. اینها مصرف زکاتند، مصرف صدقاتند. این نکته را هم خدمت شما عرض کنم. بعضی وقتها مردم میپرسند که یک کسی هست درآمد داره، کارگری میکنه، روز 30,000 تومان پول میگیره، آیا به این زکات میشه داد؟ ببینید بستگی با درآمد نداره، بستگی به نصاب داره. کسی اگر سرمایه داره به او زکات دادن درست نیست، دادن زکات به او درست نیست. کسی سرمایه داره به اندازه سرمایه داره که خودش زکات میده، پس انداز به اندازه 20 مثقال طلا داره که 20 مثقال طلا شاید حول و حوش 10 میلیون و بالاتر از 10 میلیون الان این روزها قیمت باشه. کسی که اندازه پس انداز داره، سال از اونها گذشته، خب اون استحقاق زکات ندارد. اما کسی هست که ندارد، ناتوان است، ولو اینکه درآمد داره. مثلا کسی هست مثل همون مساکینی که کشتی داشتند، یک قایقی داره باش کار میکنه، یک پرایدی داره باش کار میکنه، از صبح تا شب میره خرج زن و بچهش در میاره، دیگه هیچی نداره. اگر شما خواستید به این زکات بدید. این درآمد داره به اندازه بخور و نمیرش، این سرمایه نداره. اگر کسی کارگری میکند، کارگر هست، به اندازه هزینه های روزمرهش درآمد داره، این استحقاق زکات داره. امکان داره برعکس یک کسی باشه، زنی بیوهی باشه، طلا دارد، اون استحقاق زکات نداره. گاهی انسان فکر میکنه که اون بیوه هست، درآمد نداره، ولی خود چون طلا داره به اندازه نصاب داره. بنابراین اگر کسی مقداری پول داشته باشه، سرمایه یا درآمد داشته باشه، ولی به اندازه نصاب نیست، نیاز داره، مشکل داره برای هزینه بچه هایش، ولو اینکه کار میکنه، ولو اینکه جوان هست، سالم هست، این مصرف زکات است، به این زکات دادن درسته. پس اینا دو تا شدند، اول فقرا، دوم مساکین، سوم والعاملین علیها، کسانی که بر زکات کار میکنند. عامل کسی را میگویند که از طرف دولت اسلامی زکات را جمع‌آوری میکند، اون مأمور هست، به اصطلاح مأمور برای جمع‌آوری هست. خب از همین مال زکات
خود حکومت به اون هم میده به عنوان حق و زحمه. چهارم والمؤلفت قلوبهم، آنانی که برای تألیف قلوب به آنان داده میشه. ابتداءً بعضی از کسانی که تازه آمده بودن به طرف اسلام، تمایل پیدا کرده بودن، هنوز مسلمان نشده بودن، به اونها زکات میدادن به خاطر اینکه اینها خودشون را ممنون بدانند و مسلمان بشن. اما بعداً که الله عزوجل به اسلام عزیز قوت و شوکت بخشید، دیگه اینها الان حکمشون این نیست، یعنی اینا منسوخ هستند. خب بر اساس گفته جمهور علما اینها منسوخ هستند، اما شیخ رحمه الله طوری تفسیر میکنه که نیازی به منسوخیت نباشد. حضرت شیخ میفرماید منظور از این مؤلفت قلوب تازه مسلمان ها هستند. اونایی که تازه مسلمان شدند اینها نیاز به تألیف قلب دارند، نیاز به همکاری و همدردی دارند. اینها را زکات بدید تا بیشتر اینها دلگرم بشن، بمانند. لذا با این تفسیر این حذف، این منسوخ نشده. و فی الرقاب، پنجمین صورت، فی الرقاب، در آزاد کردن گردنها، غلامها، برده ها. برده ای هست که با آقای خودش قرارداد بسته که من مثلا 10,000 درهم بهت میدم، من آزاد کن. اون گفته هر وقت آوردی. الان این برده میاد تلاش میکنه، از شما پول میخواد که من میخوام آزاد بشم. لذا در آزادی او شما میتونی زکات بدی. والغارمین، کسانی که بدهکارند، مقروضند، بدهکار هستند، به اونها زکات دادن درسته. یک روز سرمایه‌دار بوده، یک روز همه چیز داشته، اما امروز که بدهکار هست، زکات دادن به بدهکار به خاطر اینکه بدهکاری هایش را تمام بکند، لذا درست هست و به این داده بشه. و فی سبیل الله، مصرف هفتم، در راه الله. در راه الله، همه اینها در راه الله است، اما اونی که مستقیم در راه الله حساب میشه، مثلا حاجی در راه الله است، مجاهد برای جهاد در راه الله است، طلبه برای تحصیل علم در راه الله است، اینها تمام مصارف زکات هستند که به اینها زکات داده بشه. و ابن السبیل، هشتمین مورد، مسافر است. مسافری که شاید تو شهر خودش مال داره، سرمایه داره، اما اینجا تو شهر شما مونده برای کرایش، برای هزینه هایش. لذا اگر به این پولی کمک بکنید از زکات، درسته، این مصرف هست، مصرف زکات هست و میتواند که زکات را میتواند به این بدی. فریضة من الله، یعنی این تعیین شده از جانب الله به این 8 نفر، به اینها تعیین شده که زکات داده بشه. والله علیم حکیم، الله عزوجل داناست و کارهاش با حکمت. حضرت امام شافعی رحمه الله معتقد است با توجه به اینکه 8 صنف ذکر شده، به هر 8 صنف لازم از زکات داده بشه، حتی الامکان به همه داده بشه، به یک گروه داده نشه. اما از نظر بقیه فقها به یک گروه داده بشه هم درسته. بهتر اینه که انسان زکات مال خودش را به همه بده. یعنی بعضی وقتها شاید شما احساس کنید که ضعیفترین قشر در جامعه به عنوان مثال فقرا هستند، یکی دیگه احساس بکنه ضعیفترین قشر بیوه ها هستند که نمیتونن کار بکنن، زنان بد سرپرست و زنان خود سرپرست. خب همه وقتی که دلشون برای اونها بسوزه، همه به همون یک مورد، به یک گروه زکات بدن، بقیه چیکار بکنند؟ به این خاطر افضل این است که وقتی که انسان زکات میده،
سعی بکنه که همه را بده، به همه صنفا، به همه گروه ها، به همه افراد. باز در میان اینها مستمنتر و مستحقتر را انسان نگاه کند. و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن. بحث منافقین بود، پیغمبر خدا را طعنه می زدند، اما در میان ضمناً بحث زکات آمد، بحث صدقات آمد، چون اونها درباره صدقات طعنه می زدند. ادامه همون بحث گروه دیگر از منافقان، گروه دیگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را اذیت می کردند، رسول الله را بی احترامی می کردند، پشت سر رسول الله صحبت می کردند، می گفتند اذن است. العیاذ بالله. اذن یعنی گوش، هر چی بگیم گوش میکنه. اگر دیگران بر علیه ما گزارشی بدند گوش میکنه، بعد ما بریم سوگند میخوریم، قسم میخوریم، بازم گوش میکنه. از هر که گوش میکنه، حرف هر کس را باور میکنه. الله عزوجل اینجا از حبیبش دفاع کرد. و منهم الذین یؤذون النبی. بعضی از آن منافقان آنانی هستند که اذیت میکنند، یعنی بدگویی میکنند نبی مرا. و یقولون هو اذن. و میگویند اون پیغمبر اذن هست، یعنی گوش هست، هر سخنی را گوش میکند. قل اذن خیر لکم. به آنان بگو که گوش میکند گوش خیر، آنچه که خوب باشد، هر سخنی نه، سخن خیر. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. این پیغمبری هست که دارای این اوصاف است، ایمان به خدا دارد و ایمان به مؤمنین. ایمان به مؤمنین معنیش اینه که هوای مؤمنین را دارد، ایمان به خدای عزوجل دارد و برای مؤمنان دفاع می کند، برای مؤمنان دعای خیر می کند. و رحمت للذین آمنوا منکم. کسانی که ایمان آوردند از شما، برای اونها هم رحمتی هست. ایمان آوردن چه حقیقتا چه ظاهرا، یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هم برای مؤمنین مخلص رحمته، هم برای شما منافقین رحمته. چطور برای منافقین رحمته؟ که ایمان دروغین اونها را پیغمبر پذیرفته، به خاطر همین ایمان اونها محفوظند، عیبشون پوشیده، با اونها برخوردی مثل برخورد مشرکان نمیشه، با اونها جنگ و درگیری صورت نمیگیره، جان و مالشان محفوظه. خب به برکت پذیرش پیغمبر ایمان شما هست. تفسیر نصفی نوشته هو رحمت للذین آمنوا منکم. پیغمبر خدا رحمتی هست برای کسانی که از شما ایمان آوردند، یعنی اظهر الایمان، اونایی که ایمان خودشون را فقط ظاهر کردند. ایها المنافقون حیث یقبل ایمانکم الظاهر. ای منافقان، ایمان ظاهری شما را قبول می کند. ولا یکشف اسرارکم. اسرار شما را کشف نمی کند، بی پردگی نمی کند، شما را بی پرده نمی کند، اسرار شما را پیش مردم ظاهر نمی کند. ولا یفعل بكم ما یفعل بالمشرکین. آن برخوردی که با مشرکین میشه، اون برخورد را با شما نمی کند. لذا این رحمت است. این تفسیر اول است. تفسیر دوم اینه که رحمت است به این معنی که شما را از کفر به ایمان راهنمایی کرد، هدایت کرد، شما را نجات داد، رحمت است. والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. آنانی که اذیت میکنند رسول الله را، برای آنها عذاب علیم هست. برای آنها عذاب علیم هست، عذاب دردناک. اینا اذیت میکردند. بعضی از منافقین اینطور بود که یکی از منافقین، چند تا از منافقین با هم بودن، رسول الله رد شد، با هم مسخره کردن. گفت همینه که کاخهای کسرا را خواب میبیند،
کاخهای سرخ شام و حیره را به خواب می‌بیند و میگوید اونجا را تصرف میکنم. با هم مسخره میکردن، میخندیدند. صحابی شنید خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله اینا اینطور میگن یا الله عزوجل وحی کرد. بعضی میگن الله وحی کرد. رسول الله اونا را احضار کرد، سوگند یاد کرده، ما نگفتیم. الله میفرماید یحلفون بالله لکم لیرضوکم، به خدا سوگند یاد میکنن برای شما تا که شما را راضی کنند. چرا میخواد شما را راضی کنند؟ تا جان و مالشون محفوظ بماند. الله میفرماید والله و رسوله احق ان یرضوه، الله و رسول خدا حقدارتر و سزاوارتر است از شما مؤمنان اینکه آن دو را راضی کنند، ان کانوا مؤمنین، اگر مؤمن هستند. اگر مؤمن نیستن میخوان مخالفت با خدا و رسول کنند، پس منتظر عذاب باشند. الم یعلموا انه من یحادد الله و رسوله، این تخویف اخروی است. آیا آن منافقین نمیدانند که همانا شأن این است هر کسی مخالفت کند با الله و رسول فان له نار جهنم، همانا برای اوست آتش جهنم، خالدین فیها، همیشه در آن آتش جهنم میماند. ذلك الخزي العظیم، این رسوایی بزرگ هست. در اون روز که رسوا بشه، تو آتش جهنم انداخته بشه، اون رسوایی هست. لذا اگر میخوام به اون رسوایی واقع نشوند، الان توبه کنند، بیشتر مخالفت نکنند با خدا و رسول خدا. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة، اوصاف منافقین را که ما میخوانیم شما دقت کنید. لازم نیست هر جا اشاره بشه، ما در میان خودمون هم داریم متاسفانه همین اوصاف، همین تمسخر، همین استهزاء نسبت به اهل حق، نسبت به اهل دین، نسبت به انسانهای صالح و همین مسخره ها. یکی دیگر از اوصاف منافقین این بود که هرگاه سوره نازل میشد، سوره خوانده میشد، اونا بدنشون میلرزید، دلشون میلرزید، فکر میکردند که به طرف ما داره متوجه میشه. مثل همون مثل معروف که میگن دزد به ریش خود پری دارد. هر چیز را به طرف خودشون اونها احساس میکردن، میترسیدن. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم، منافقان میترسند از اینکه من ان تنزل، از اینکه نازل بشه بر آنان سورتی که تنبئهم بما فی قلوبهم، این سوره خبر بدهد آنچه که در دلشان هست، از اسرار دلشان. قل استهزئوا، این امر تهدیدی هست، تهدید میکند رب. الله میگه به اونها بگو مسخره کنید. ان الله مخرج ما تحذرون، همانا الله ظاهر میکند آن چیزی را که شما میترسید، یعنی نفاقی که از اون نفاق شما میترسید، یک روزی الله او را ظاهر میکنه، همه میدانند شما منافقید یا اینکه توبه کنید. در همین جریان که رسول الله از اونها پرسید که شما چرا چنین گفتید، بر علیه رسول الله گفته این میخواد ایران فتح بشه، این میخواد شام فتح بشه. بعد که رسول الله از اونها سوال که گفت یا رسول الله ما با هم شوخی میکردیم، ما وقت میگذراندیم، بیکار بودیم. ولئن سألتهم لیقولن انما كنا نخوض و نلعب، اگر از آنان سوال کنی میگویند انما كنا نخوض و نلعب، ما بازی میکردیم و وارد این مسائل شده بودیم. نخوض وارد شده بودیم، وارد گود بحث میکردیم در این مسائل، و نلعب بازی میکردیم، شوخی میکردیم، هدفی نداشتیم. هدف ما یا رسول الله توهین به شما نبود. به پیغمبر خدا توهین میکنه پشت سر، میگه این چه بلند پروازی هایی داره، چه کاخهایی را میخواد تصرف کنه.
مسخره میکردن، بعد میگه ما بازی میکردیم، ما شوخی میکردیم. همیشه باید زبان ما، مجالس ما از تمسخر به اهل حق، از استهزاء به اهل دین، اهل قرآن، اهل علم، اهل مسجد. بعضی ها مثلا مسخره میکنن، میگن فلان صوفیه چون که نماز خوب میخواند، چون که پایبند هست، متشرع هست. باید این نوع شوخی ها را کنار بگذاریم. شوخی دیگه کمه. بعضی ها میگن ما شوخی میکنیم. نباید اهل حق را مورد تمسخر قرار داد، مورد استهزاء قرار داد. الله اینجا سوال میکنه به صورت زجر و توبیخ، سرزنش. قل ابی الله و آیاته، آیا به خدا و آیات خدا و رسول خدا کنتم تستهزئون، شما مسخره میکردید؟ لا تعتذروا، عذرخواهی نکنید، بهانه نیارید. قد کفرتم بعد ایمانکم. ببینید چه کلمات تندی هستند. شما بعد از ایمانتون دیگه کفر کردید با این استهزاء، با این مسخره، شوخی با خدا، شوخی با رسول خدا، استهزاء رسول خدا. ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة، اگر ما یک گروهی را از شما معاف کنیم، گروهی دیگر را عذاب میدیم. چرا؟ بانهم كانوا مجرمین، چون که اینا مجرم بودن. در علم ازلی الله اینا جرم کردن. این گروهی که ما معافش کنیم یا بعضی را معاف کنیم، منظور چی کسان؟ در همین جلسه بعضی از منافقین هم بودند که بعدا توبه کردند، دیدند که هر جا ما هر جلسه ای داریم افشا میشه، از طریق وحی به پیغمبر خدا خبر داده میشه. اینجا دیگه اونها ترسیدند، از نفاق خودشون باز آمدن. یک منافقی بود به نام مخشی ابن حمیر. این فرد وقتی که این آیه نازل شد، استه اینکه قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، ترسید، بدنش لرزید، از ته دل ایمان آورد، توبه کرد، توبهش پذیرفته شد. بعد از اون همیشه در کنار رسول الله بود. بعد از رسول الله در کنار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود. در جنگی که ابوبکر با اهل یمامه کرد، با مدعی نبوت مسیلمه ابن کذاب، جنگ یمامه معروف است، این حضرت محشی در همون جنگ شهید شد. لذا ان نعفو عن طائفة منکم اشاره به این گروه است، به این افراد است که اگر گروهی را ما معاف کنیم، گروه دیگری را مؤاخذه می، اونایی که توبه نمی کنند، اونایی که هنوز در دلشون نفاق است و مسخره می کنند، اونها را ما مؤاخذه می کنیم. حال الله عزوجل از اینجا منافقین و صفات منافقین را و هدف منافقین را بیان می فرماید. الله نجات بده از صفات اهل نفاق. ببینید چه صفاتی هست، آیا در درون ما واقعا نیست؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، مردان منافق و زنان منافق بعضی از بعضی هستند، یعنی اینها از هم دیگه هستند. یأمرون بالمنکر، اولین صفتشان یأمرون بالمنکر، منکر را امر می کنند، به جای معروف، نیکی ها، خوبی ها، گناه پخش می کنند، فساد پخش می کنند. ببینیم منکر، همه منکر را میگن. اول شرک و کفر، اینم منکر است. بعضی از منافقین که ایمان نداشتند، خب اونها سعی میکردن مردم را از ایمان دور کنند، این صفت نفاق است. دوم، اگر یکی منافق باشد، ایمان داشته باشد ولی عملا منافق باشد، هم ممکنه. خیلی ها هستن که در دل ایمان دارن ولی در اعمال نفاق دارن، منکر پخش می کند به جای ایمان. مثلا چیزهایی را توضیح می کند که از اونها منکر
پخش میشه در جامعه. به عنوان مثال شراب، فروختن شراب، این یأمرون بالمنکر است. فروختن CD های مبتذل و فیلم های مبتذل، اینها یأمرون بالمنکر است. بسیاری هستند که در گناه و پخش گناه و اشاعه گناه که همه صورتها را ما نمیدونیم. بعضی ها هستند در شبکه های اجتماعی فیلم های مبتذل را رد و بدل میکنند، برای هم دیگه میفرستند. این یأمرون بالمنکر است. و بسیاری دیگه هستند که العیاذ بالله خانه های فساد درست میکنند، مردم را به سوی فساد میخوانند. بعضی ها خانه های اعتیاد و مردم را به طرف دود میخوانند و مردم را معتاد میکنند. و بعضی ها هستند، اخیراً من از افراد موثقی شنیدم، اینا امر به منکر است. بعضی این چایخانه ها که قلیان دارند و جوانها را به طرف دود میکشند، یکی از مقامات نیروی انتظامی، کسانی که در این بخش مسئولیت داشت، گفت که ما کشف کردیم اینها در این تنباکویی که در قلیان هست، تنباکو خودش مشکل دارد، خودش برای وجود انسان ضرر دارد. هر چی که برای وجود انسان ضرر داشته باشد جایز نیست مصرفش. باز گفتم به خاطر اینکه جوانها را جذب بکنند، جوانها را بکشند، مشتری بیشتر بشه، هر روز بیایند، در این تنباکوها یک مواد بسیار به صورت غیر محسوس خطرناکی که اعتیاد ایجاد میکنه. جوان فکر میکنه من دارم قلیان مصرف میکنم، او کم کم به طرف اعتیاد میره. و حتی گفت بسیاری از افراد هستند در باشگاه ها میروند، حتی خانم ها را نام برد که اینها در باشگاه ها میروند به خاطر بدنسازی، اما به اینها قرصی میدن که به ظاهر این قرص به خاطر بدن هست و تقویت بدن هست، اما در همین اعتیاد هست. خانم مسلمان که رفته به خاطر ورزش و بدن خودش، بعد از یک سال 2 سال متوجه میشه که گرفتار اعتیاد شده. این آقا میگفت ما دستگیر کردیم از این موارد، بعد از اون دیگه معتاد شده، نمیتونه برگرده. این صورتها همه صورتهای منکر است. یأمرون بالمنکر، در میان مردم منکر پخش میکنند، باید اینها جلویشون گرفته بشه. و الا هر چی که فساد تو جامعه هست اینها شریک جرمند. هر چی که بلا تشبیه اعتیاد زنا هست، شرابخواری هست، و بعض بر اثر اینها دیگه قحط هست، دیگه قتل است، دیگه خونریزی هست، دیگه کساد بازار هست، همه و همه اینها شریک جرم هستند، اینهایی که یأمرون بالمنکر. لذا کسانی که اینگونه شغل دارن، شغلای این چنینی دارند، باید تجدید نظر بکنند. این کار مسلمان نیست که مسلمان بیاید مسلمانان دیگر را به خاطر پول مبتلا بکند به اعتیاد، به فساد، به کارهای دیگه. لذا اینهایی که از شبکه‌های مجازی هم ارتباطات میگیرند، بعضی کلیپ های نامناسب را برای هم دیگه میفرستند، این هم اشاعه فساد هست، این هم اشاعه منکر هست. لذا الله می فرماید اینا یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، از معروف، از کار خوب جلوگیری می کنند. مؤمن کارش می خوانیم صفات مؤمن را، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، مردم را به معروفات امر می کنند، به سوی نماز، به سوی خدا ترسی، و از منکر باز می دارند. اما منافقین برعکس، از معروف باز می داره، چنان سرگرمی های ایجاد میکنه، چنان محیطی ایجاد میکنه که جوان اصلا نمیتونه به طرف مسجد بره، نمیتونه به طرف نماز بیاد، نمیتونه به طرف خدا بیاد. لذا اینها صفات منافقین. ما فقط به عبدالله ابن ابی فکر نکنیم. بنده همیشه عرض میکنم که ما قرآن را به روز بیایم تفسیر بکنیم، به روز بیایم قرآن را نگاه بکنیم که این اون چه که در قرآن هست شرایط ما، آیا ما مصداق این آیات هستیم یا نیستیم؟
و ینهون عن المعروف، از معروف باز می‌دارند انسانها را، جلوگیری میکنند. و یقبضون ایدیهم، صفت سوم منافقین بخل. یقبضون ایدیهم، دستهای خودشون را محکم قبض کردن، بستند، یعنی هیچ خیری از اونها صادر نمیشه، بخیلند. نسوا الله، صفت چهارم الله را فراموش کردند. بعضی وقتها ما در جامعه خودمون نگاه میکنیم، در بازار نگاه میکنیم، به قدری منکر است، به قدری عرض کنم کلاهبرداری هست، ظلم هست، ستم هست، که گویی خدا فراموش شده. نسوا الله، الله میفرماید با این کارهایی که میکنند الله را فراموش کردند. لذا الله میفرماید ان المنافقین هم الفاسقون. نسوا الله فنسیهم، آنان خدا را فراموش کردند، خدا هم آنها را فراموش کرده. یعنی چی؟ یعنی خداوند عزوجل به اونها توجهی نداره، نظر رحمت نداره. چرا؟ چونکه ان المنافقین هم الفاسقون، بدون شک منافقان آنها هستن فاسق. فاسق یعنی خارج از دین، با این کارش از دین خارج شده، از طاعت الله خارج شده. نتیجهش چیه؟ تخویف اخروی برای منافقان. اینها صفات اهل نفاقن. الله ما را و جامعه ما را حفاظت کند. نتیجه بسیار بدی دارد. وعد الله المنافقین والمنافقات، الله وعده فرموده با مردان منافق و با زنان منافق، والکفار، و همچنین با کفاری که علنا کفر میکنند، نار جهنم خالدین فیها، با اینها وعده آتش جهنم که همیشه در آن آتش جهنم میمانند. هی حسبهم، همین جهنم کافیشون هست. ولعنهم الله، و الله اونها را لعنت کرده. لعنت خدا یعنی دوری از رحمت خدا. ولهم عذاب مقیم، برای آنان عذاب دائمی هست، عذاب همیشگی هست. اینا همیشه در عذاب خدا هستند. کالذین من قبلکم، الله عزوجل می فرماید شما کفار، شما منافقین مثل کسانی هستی که قبل از شما بودند. این دروز می گذرد. کانوا اشد منکم قوة و اکثر اموالا و اولادا، شما به مالتان، به اولادتان، به امکاناتتان، به اسباب رفاهتان مغرور نباشید. اونایی که قبل از شما بودند کانوا اشد منکم قوة، از نظر قدرت، از نظر نیرو، از نظر توان از شما قویتر بودند. و اکثر اموالا و اولادا، از نظر مال، از نظر اولاد از شما بیشتر داشتند. اما چی شد؟ فاستمتعوا بخلاقهم، آنها بهره گرفتن به سهم خودشان در دنیا. خلاق سهم در دنیا، بهره بردن در دنیا. فاستمتعتم بخلاقکم، شما هم به سهم خودتون در دنیا دارید بهره میگیرید، استفاده میکنید. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم، همان گونه که اونها استفاده کردن به سهم خودشان قبل از شما. و خذتم کالذی خاضوا، و شما هم وارد بحث های شدید، شک و شبهات، مثل کسانی که در گذشته وارد شدند. یعنی اونها درباره دین شک و شبهه داشتند، شما هم دارید. لذا این افراد نتیجه اعمالشون چی خواهد شد؟ الله می فرماید اولئک حبطت اعمالهم، این افراد اعمالشان برباد، اعمال صالحشان برباد. اگر صدقه میده هم برباد، اگر نمازی میخوانه هم برباد. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة، اینها اعمالشان در دنیا و آخرت برباد و تباه. و اولئک هم الخاسرون، اینها هستند زیانکاران در دارین، در هر دو دنیا اینها در خساره هستند.
الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود. الله تعالی تخویف دنیوی بیان می فرماید. این منافقینی که این کارها را دارن میکنند مگر اینها از اقوام گذشته خبر ندارند؟ این کفاری که دارند با دین خدا و با بندگان خدا این گونه میکنند، اینها از عذاب گذشتگان خبر ندارند؟ از قوم نوح، از قوم عاد، از قوم ثمود خدا به چه بلای اونها را گرفتار کرد، اینها خبر ندارند؟ آیا عبرت نمیگیرند؟ از خدا نمیترسند؟ از گرفت و عذاب خدا نمیترسند؟ لذا الله تعالی در این آیه ما را تخویف میده، یعنی بیم میده، میترسونه. هر کسی که ذره به خدا ایمان دارد باید بترسد، باید دست بکشد از فساد، از اشاعه منکر. الله می فرماید الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم، آیا پیش این منافقان نیامد اخبار آنانی که قبل از اونها بودند، اقوام گذشته، یعنی قوم نوح و عاد و ثمود و قوم عاد و قوم ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و همچنین داستان اصحاب مدین که حضرت شعیب بود و عاد و المؤتفکات و همچنین روستاهای سرنگون شده قوم لوط. همه اینها را ما داستانهایشون را در سوره اعراف خواندیم. الله می فرماید مگر عاقبت و انجام اونها نیامد؟ اونجا چی شد؟ خلاصش اینه اتتهم رسلهم بالبینات، پیش آنها رسولشان آمدن با دلائل، با معجزات. خیرخواهان آمدند، دعوتگران آمدند، انبیاء آمدند بالمعجزات، با براهین، هم معجزه هم دلیل آوردند، اما اونها قبول نکردند. قبول نکردند چی شدند؟ قبول که نکردند به عذاب خدا گرفتار شدند. الله می فرماید که به عذاب گرفتار شدند، تار و مار شدند، ما بر اونها ظلم نکردیم، خودشان ظلم کردند. الله می فرماید فما کان الله لیظلمهم، الله بر آنها ظلم نکرد، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اما آنان بودن که بر خود ظلم کردند، خودشان تمرد کردند، سرکشی کردند، به عذاب و بلایی که از طرف الله بود گرفتار شدند. الله نجات بده امت مسلمه را. والمؤمنون والمؤمنات، در مقابل مردان منافق و زنان منافق الان صفت مردان مؤمن و زنان مؤمن. کلا الله عزوجل آیه یأس نمیخواند که ناامید بشیم، گاهی ما را امید هم میده، فقط نمیترساند، گاهی بشارت و مژده هم میده، گاهی صفات خوب بیان میکنه، ما را تشویق میکنه که در این صفات ما شریک بشیم، این صفات را در وجود و در زندگی خودمون احیا کنیم، بعداً پاداشش را هم برای ما ذکر میکنه. الله می فرماید والمؤمنون والمؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمن بعضهم اولیاء بعض، بعضیشان دوست بعضی هستند، رفیق صمیمی بعضی هستند. اولین چیزی که از این آیه بگیریم، دوستانی که ما با اونها رفت و آمد داریم، چه معاملات تجاری، چه رفت و آمد خانوادگی، الان تجارت استثناست، بستگی داره ما با چه صنفی سر و کار داریم، اما کسانی که رفت و آمد خانوادگی داریم باید از مؤمنین انتخاب کنیم، کسانی که ایمان در زندگیشان خودش را نشان میده، کسانی که عمل صالح و تقوا در وجود اونها می درخشد. این اولین شرط مؤمن است. بعضهم اولیاء بعض، مؤمن با مؤمن دوست میشه، مؤمن با کافر دوست نمیشه. مؤمن اینقدر فکر بکند که کافر دشمن خداست، در قلبش انکار خداست، در قلبش شرک، در قلبش بغض نسبت به رسول الله و نسبت به اسلاف ما. لذا باید در دوستی ها چون که این دوستی ها هم اثرات خودش را خواهد داشت، هزاران اثرات سوء دارد دوستی با بدان، و دوستی با نیکان اثرات خوب دارد.
لذا اول اینکه اهل ایمان را به عنوان دوست انتخاب بکند و بعد از اون بقیه اوصاف. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. الله می فرماید امر به معروف می کنند، مردم را به سوی کارهای نیک امر می کنند، و ینهون عن المنکر و از منکر باز می دارند. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ما این امت است. لذا باید تک تک ما داشته باشیم اطرافمون، محیطمان، ببینیم چه گناهانی هست، چه معاصی هست، چقدر بینمازیه، چقدر منکر مفاسد هست. لذا اونی که میتواند با دست، با قدرت خودش، یه ریش سفیدی هست، معتمدی هست، جوانی هست، جلوگیری بکند، البته از طریق قانونی، و اگر نشد با زبان. الله می فرماید این صفت مؤمنان است، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. دیگران را امر به معروف می کنند و از بدیها، از زشتیها، از فساد باز می دارند. و سوم خودشان هم معروفات را انجام میدن. معروفات چی هستند؟ در رأس معروفات نمازه و زکاته. اولین معروف، کار خوب، نماز و زکاته، عبادت جانی، عبادت مالی. و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. مؤمنین و مؤمنات نماز را برپا می کنند و زکات می دهند. این دوتا را به صورت خاص ذکر کرد. دیگه خیلی ها هستند، حج می روند، روزه می گیرند، اونها را دیگه طولانی میشه، به صورت خلاصه در یک کلمه جامع گفت. و یطیعون الله و رسوله. اطاعت الله می کنند و اطاعت رسول الله. الله را اطاعت می کنند، رسول خدا را پیروی و فرمانبری می کنند. همه احکام دین توش دیگه میاد، ولی مگر نماز توش نمیاد؟ اونم میاد، ولی اونها اینقدر اهمیت دارن که اونها رو جداگانه ذکر میکنه، میرساند اهمیت. و الا نماز و زکات هم در اطاعت خدا داخل است، ولی اونها رو جداگانه ذکر میکنه، بعداً اطاعت خدا را. خب این افراد که دارای این مواصفات باشند، دوستیشون با اهل ایمان است. امر به معروف، نهی از منکر، نماز، زکات و کلا در زندگی اطاعت خدا و رسول، در تجارت، در معاملات، در نکاح و ازدواج و عروسی، در عرض کنم که مراسم ماتم و غیره، در هر جا خلاف شر نمی کنه، خلاف دستور خدا نمی کنه. الله می فرماید اولئک سیرحمهم الله. این نتیجه هست، سین برای تاکید است نه تقریب. این افراد حتما بر اینها الله رحم می کند، مورد رحم الله قرار می گیرند. ان الله عزیز حکیم. بدون شک الله غالب است، هر کاری می کند، اما کارهای الله با حکمت است. خب بر اساس حکمت الله عزوجل معامله می کند. اما بر اینها که رحم می کند، اون رحم چیه؟ رحم را الله در آیه بعد توضیح میده. وعد الله المؤمنین والمؤمنات. الله وعده فرموده با مردان مؤمن و با زنان مؤمن، جنات تجری من تحتها الانهار، باغاتی که جاری هست از زیر آن درختان آن، از زیر درختان آن باغات و کاخهای آن نهرها جاری هست. خالدین فیها، همیشه در آن باغات و در آن ناز و نعمت هستند. و مساکن طیبة فی جنات عدن، و ساختمان های زیبا، مسکن های زیبا، فی جنات عدن، در جناتی که جنات اقامه و همیشگی هستند برای سکونت و اقامه. الله می فرماید در این جنات، این جنت جسمانی هست که خدا ساختمان میده، کاخ میده، عرض کنم میوه میده، باغ میده، حور و همسر میده. اما یه جنتی دیگه هست از این بالاتر، اون جنت را ما میگیم
بهشت معنوی، بهشت روحانی، اون چی هست؟ رضایت الله. الله می فرماید و رضوان من الله اکبر، رضوانی که از جانب الله باشد اکبر هست، بزرگتر هست. یکی سوالی نوشته بود اینجا که بحث جنت آمد، تأکید کرده که از خواهران که این سوال جواب داده بشه. سالهای گذشته هم سوال کردن، همیشه هم سوال میشه. بیشتر در باب بهشت وقتی که تعریف میشه نعمتهای ذکر میشه که این نعمتها مال مردها هست. البته کاخ و ساختمان و باغ و میوه و اینها مشترک هست، فقط یک موضوع که بحث ازواج می آید، همسران می آید، حورها می آید، اینجا میگن این برای مردها هست، برای زنان چی هست؟ و این خواهری که این سوال را کرده بود نوشته بود آیا زنی که شوهرش یا فوت میکنه یا طلاق میگیره از اون شوهر، بعدا شوهری دیگری ازدواج میکنه، آیا در قیامت و در بهشت حتما همین شوهر دوم شوهرش میشه؟ چون بعضی ها میترسند، بعضی ها به شوهر اول علاقه دارن، شوهر فوت کرده، زن نیاز دارد ازدواج بکند برای زندگی خودش، برای هزینه های خودش، به خاطر مخارج زندگی و ما یحتاج دیگر، ولی می ترسد که اگر من ازدواج بکنم فردا در بهشت اون شوهر اصلی و اولی، اصلی که هر کسی که با ازدواج بکنه اصلی میشه، اون نصیبم نمیشه، این شوهر دومی میشه، به همین خاطر هیچ ازدواج نمی کند. سوال این خواهر عیناً همین بود که آیا لازماً همین شوهر دوم شوهرش میشه یا نه اگر بخواد میتونه با شوهر اول هم باشد. ببین در این باره در قرآن و در احادیث صحیحه تصریح نیامده که شوهر اول است یا شوهر دوم است یا به زن چه میرسد، ولی از یک آیه بنده استنباط میکنم، اون اینه که خدای تعالی در جای جای قرآن درباره بهشت فرموده ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، هر چی که دلتون بخواد. لذا استدلال و استنباط بنده این است که اونجا هر چی که انسان دلش بخواد الله بهش میده، هر چی که تمنا بکند و آرزو بکند، دیگه به تفصیل و جزئیاتش نمیریم. قطعا اونجا الله عزوجل فراهم میکند زمینه ای را از نظر اشتها و تمنای قلب که همون چیز ممکن باشد. لذا بله، هر چی که انسان در بهشت، چه برادری باشد، چه خواهری، چه زن باشد، چه مرد، در بهشت از الله بخواهد الله عزوجل میدهد. شاید ذکر بعضی در دنیا مناسب نباشد، چون دنیا جای احکام است، جای پایبندی است، جای تشرع هست، ما متشرع به احکامی هستیم، نظم و ضبط داریم، اما اونجا نه، اونجا جای آرزوی دل است و تمنای قلب است و هر چی که بخواهی هست. لذا همه چیزهای اونجا را الله عزوجل اینجا علنی نکرده، ولی همین جمله بسیار معنادار است، ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، هر چی که دلت خواست، هر چی که اشتهایت بود همون بهت میرسد. ذالک هو الفوز العظیم، این هست رستگاری بزرگ، الذی لا فوز فوقه، فوزی که هیچ موفقیتی بالاتر از این فوز نیست. این فوز، این رستگاری برای چه کسانی هست؟ برای مؤمنین و مؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات، به شرط اینکه مؤمنین و مؤمنات به این احکام پایبند باشند، این صفات را در وجود خودشان احیا بکنند. خب بحث منافقین آمد، بحث مؤمنین هم آمد، حال بر میگردیم به اصل موضوع سوره که در رابطه با جهاد بود. اینجا خدا میفرماید
هم با کفار بجنگید هم با منافقین. چرا؟ اولا آیه یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم. ای نبی، ای پیامبر خدا، جاهد الكفار، با کفار بجنگ، والمنافقین، با منافقین بجنگ، واغلظ علیهم، بر آنها غلظت و شدت اختیار کن. ببینید معمولا مفسران میگویند که جاهد الكفار بالسیف یا بالسنان، با شمشیر بجنگید، با نیزه و سرنیزه بجنگید، والمنافقین میگن باللسان، با زبان بجنگید. یعنی اینجا با منافقین اجازه جنگ نیست، چون منافقین در صفشان قرار گرفتند. خب بله، منافقینی که در مدینه بودند همینطور. اما قبلا این بحث را بنده عرض کردم، شیخ رحمه الله معتقد است که منظور از این که منافقین با منافقین جنگیده بشه، اون منافقینی که خارج از مدینه بودند، اون منافقینی که در توطئه ها با کفار همراه بودند، اون منافقینی که در صف کفار بودند. لذا اونها را که یافتید، اونها را مجال ندید، اونها را بزنید، با اونها بجنگید، ولو اینکه بظاهر ایمان آوردن. واغلظ علیهم، شدت هم اختیار کنید. و مأواهم جهنم، جایگاهشان جهنم هست. و بئس المصیر، جای رجوع بدی هست. آخر به جهنم که برند جای خوبی سرشون نیفتاده. چرا؟ علت این جهاد چیه؟ الله می فرماید یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا کلمة الکفر. اینها سوگند میخورند به خدای عزوجل که ما قالوا، نگفتند. عرض کنم خدمت شما که اینا چی نگفتند. درباره این ما قالوا چند تا شأن نزول بیان کردند، چند تا تفسیر هستند یا چند تا جریان هستند. بعضی مفسران گفتن منظور اینه، بعضی گفتن منظور این یکی هست، ولی همه میتونن مصداق باشند. یکی این که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه از غزوه تبوک برگشتند، در مسجد النبی خطبه ایراد فرمودند و در این خطبه بر علیه منافقین تند صحبت کردند و اونها را رجس و ناپاک گفتند. اینهایی که در این جنگ مقدس و جهاد مقدس شرکت نکردند. این سخنها را یکی از منافقین به نام جلاس ابن سوید بعداً تحلیل میکرد. جلاس گفت که اگر محمد راست میگوید ما از الاغ هم بدتریم. بعداً وقتی که این گفت، یکی از صحابه به نام عامر ابن قیس این سخن را شنید و با رسول الله صلی الله علیه وسلم در جریان گذاشت. یا رسول الله، جلاس امروز اینطور توهین کرد، نسبت به سخنرانی شما تحلیل کرد. آن حضرت جلاس را خواست. جلاس که آمد دیگه جلاس بود، چنان قسم خورد که این من اصلا روح هم خبر نداره، من نگفتم، و انکار کرد. الله عزوجل این آیه را نازل فرمود که ولقد یحلفون بالله ما قالوا، سوگند میخورم ما نگفتیم، در حالی که ولقد قالوا کلمة الکفر، الله گواهی میده که کلمه کفر گفته این منافق. بعضی دیگر معتقدند که مصداق این آیه اون سخن عبدالله ابن ابی هست. عبدالله ابن ابی وقتی که در غزوه همراه بود و داشتن میرفتند، غالبا غزوه بنی مستلق بود، که گفت وقتی که ما به مدینه بریم باید لیخرجن الاعز منها الاذل، باشندگان و ساکنان اصلی مدینه، انسانهای با شخصیت، خانواده، باید اذل را، العیاذ بالله، اینهایی که ذلیلن، به صحابه و مهاجرین و رسول الله اشاره می کرد، اینها را باید
از مدینه بیرون کنیم. وقتی که صحابی شنید و گزارش را به رسول الله داد، عبدالله ابن ابی هم قسم خورد من نگفتم. الله عذاب آیه را نازل فرمود. الله فرمود که نه، گفته این منافق این کلمه کفر را گفت. الله تعالی اون صحابی را تایید کرد. این دو مورد. مورد سومی اینه که منافقین سوء قصدی داشتند در همین غزوه تبوک نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم. بعضی مفسران اینا نوشتند که اینها 12 نفر در یک جای کمین کردند. گفتم بیاییم در همین سفر طولانی هست و کار را یک سره بکنیم، از ما یک گروه جمع بشه و وقتی که آمد یک جای کمین بکنیم بزنیم، چون که کاروان متفرق بود، پشت سری هم بود. خدای عزوجل به پیغمبرش خبر داد که وهموا بما لم ینالوا، اینها قصد کردند اون چیزی را که نتوانستند حاصل نکردند. لذا این آیات درباره این منافقین نازل شد که پشت سر رسول الله، پشت سر مسلمانان مسخره می کردند و جلساتشون اصلا این بود. الان هم خیلی هستند از افراد که با دین، با مسجد، با عرض کنم که اهل دین، اهل علم سر و کار ندارند، به مسجد اصلا نمی آیند و در جلساتشون و در محافلشون شب و روز ایراد و اشکال بر علیه دینداران است، بر علیه اهل دعوت است، اهل تبلیغ است، اهل علم است، اهل مسجد هست، صوفی و ملا هست. لذا نقل مسجدشون اینها هستند. این صفات خوبی نیستند، این عادات خوبی نیست. ما گاهی در جلسه خوشگپی میکنیم، ببینیم ما داریم چی میگیم، حرف ما به جای نازکی که نمیرسه. لذا الله می فرماید یحلفون بالله ما قالوا، آنان سوگند می خورند که ما قالوا، آنان نگفتند چنین چیزی را. ولقد قالوا کلمة الكفر، الله می فرماید بدون شک حتما اونها گفتن کلمه کفر را. و کفروا بعد اسلامهم، بعد از اون اسلام ظاهری اونها کفر کردند. و هموا بما لم ینالوا، و آنها قصد کردند اون چیزی را که حاصل نکردند، ای من قتل محمد صلی الله علیه وسلم. میخواستن رسول الله را از بین ببرند، قصد کردند ولی به نتیجه نرسیدند. و ما نقموا الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. خب اینها از کجا، چرا این همه یاوه‌گویی و غیبت میکنن؟ الله میفرماید و ما نقموا، نقم به معنی عیبجویی، عیبگویی، یعنی به عیبگویی رسول الله و صحابه بر نخواستند مگر علت این است که خدا اینها را مستغنی کرد، چون تا دیروز فقیر بودند، چیزی نداشتند، خداوند همه چیز به اینها داده، اینها را غنی کرده. الان اینها دیگه بر علیه خدا و دین خدا و رسول خدا مسخره می کنند. همین منافقین قبلا چیزی نداشتند، بعد از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به مدینه آمد، همراه شدن در بعضی جنگ ها فتوحات شد، به اینها چیزی رسید. همین جلاس ابن سوید چیزی نداشت، یکی غلامی از غلامهایش کشته شد. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم از اون طرف 12,000 درهم گرفت و بهش داد، بعد از اون سرمایه‌دار و پولدار شد. لذا تفسیر قرطبی نوشته انهم كانوا حين قدم رسول الله المدینه، زمانی که رسول الله به مدینه طیبه تشریف آوردند، منافقین فی ضنک من العیش، در تنگنا بودن از زندگی سختی داشتند. چشمشون اینا قبل از اون
منافق نبودن، بعد از اون منافق شدن. چشمشون بیشتر به یهودی ها دوخته بود که از اونجا چیزی بهشون برسه. بعضی از اینها هم یهودی بودند اما بعضی عرب بودند. مثلا عبدالله ابن ابی خودش از اوس هست، از یهودی ها نیست. لا یرکبون الخیل، بر اسب سوار نمی شدند چون نداشتن. اگر خیلی میتونستن سوار بشن سوار الاغ می شدن، سوار اسب نشدن. سوار اسب پولدارها می شدند. لذا ولا یحوزون الغنیمت، اینها غنیمت را هم جمع نمی کردند چون فاستغنوا بالغنائم، اما بعداً با غنائم اینا را الله عزوجل مستغنی کرد. و قد قتل للجلاس مولا، همین جلاس ابن سوید که این کفرگویی را کرد یکی از غلامهایش کشته شد. فامر رسول الله صلی الله علیه و سلم بدیته 12,000 فاستغنا. رسول الله در مقابل دیهش 12,000 درهم گرفت، این پولدار شد. الله می فرماید اینها به همین خاطر بر علیه رسول الله سخن میگویند که خدا و رسولش اینها را مستغنی و پولدار کرد. وقتی که این آیه نازل شد جلاس بیچاره ترسید. جلاس اعتراف کرد بله من فقیر بودم، من چیزی نداشتم، بیاد اون روزها افتاد و من خدا و رسول خدا مستغنی کرد. و بعد اعتراف کرد من این کلمه را گفتم، غلط کردم، اشتباه کردم، توبه کرد از ته دل. خدمت رسول الله آمد گریه کرد، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم توبهش را قبول کرد و پذیرفت. لذا الله عزوجل هم ترغیب به توبه داده. الله می فرماید فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر آنان توبه کنند بهتر میشه برای آنها، در دارین بهتر میشه. و این یتولوا، اگر پشت بدند اعراض کنند از توبه، یعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا والآخره، آنان را الله عذاب میده، عذاب دردناک در دنیا و آخرت. و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، نیست برای آنان در زمین یعنی در دنیا من ولی، هیچ حامی، هیچ کسی که کارسازش هم باشد، ولا نصیر، و هیچ نصرت کننده هم نخواهند داشت. خب این قصه این منافقین بود. و منهم من عاهد الله، همه این اوصاف منافقین را با دقت گوش کنیم و عرض کردم بر خود و بر زندگی خودمون تطبیق بدیم و خود را از این اوصاف بدور کنیم. الله می فرماید بعضی از همین منافقین هستند که من عاهد الله، با خدا عهد می بندند که لئن آتانا من فضله، اگر ما را خدا از فضل خودش داد، مال داد، لنصدقن، ما حتما صدقه می کنیم، ولنکونن من الصالحین، ما از بندگان صالح خدا میشیم. ما هم گاهی همین طور هستیم، گاهی میگیم اگر من میداشتم یک بیوزن نمیگذاشتم تو این شهر که گرسنه بمانه، یه یتیم را بدون کفش و لباس نمیگذاشتم. خیلی انسان دلش میسوزه به حال اینها، اما وقتی که خدا بهش میده خودش را هم فراموش میکنه که من کی بودم، چه برسه به اونها رسیدگی بکنه. لذا بعد اینم صفت اهل نفاق است که یه روزی بگه که من اگر داشته باشم چنین و چنان، وقتی که داشت فراموش بکند. این آیه در رابطه با ثعلبه ابن ابی حاطب است، واقعش معروف است، در فضائل اعمال هم ذکره. ثعلبه ابن ابی حاطب منافقی بود، آمد خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم، گفت یا رسول الله دعا بکن خدا به من مال بده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفت که ثعلبه مال برات خوب نیست، به همین صورت قانع باش، چون خدا که تقسیم میکند در تقسیم خدا واقعا حکمت هاست ما نمیفهمیم. من فکر میکنم اگر من داشتم چنین، ولی بعد از اینکه داشته باشم خدا میدونه چی کار میکنم. لذا رسول الله گفت قانعش کرد،
همین خیری که داری نزدیک مسجد هستی نماز میایی؟ گفت نه یا رسول الله، من قول میدم که من تا آخر پایبند باشم، متعهد باشم و حق مالم را، زکات مالم را کلا پرداخت کنم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نبی خداست، حبیب خداست، دست به دعا بلند میکنه. اون شخصیتی که وقتی که بر منبر نشسته صحابی میگه یا رسول الله اموال ما هلاک شدند، گوسفندان مردند، خود ما از گرسنگی چیزی نداریم، دعا بفرمای باران بیاد. همینجا دعا میکنه بر منبر. هنوز صحابه از مسجد خارج نشدند که میگه قبل از اون اثری از باران نبود. لذا یک لکه ابری آمد، بیشتر شد بیشتر شد، میگه تا از مسجد خارج شدیم شروع شد باران، ما به خانه نرسیدیم که تمام بدن ما تر شد. لذا در جا الله اجابت کرد و ادامه یافت تا یک هفته که دوباره همون فرد آمد یا رسول الله بسه، همه از بین رفتند، آب آمد تو خونه ها آمد، گوسفندان جایی ندارند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم دعا کرد و دست اشاره کرد، گفت اللهم حوالینا لا علینا، بار اله اطراف ما، علی الاکام و الضراب، بر تپه ها و بر کوه ها و بر وادی ها ببارد. همونطور که رسول الله دست اشاره کرد، صحابی میگه در آسمان به همون اشاره دست رسول الله مثل یک کلاهی تاجی، لذا درست شد و اینجا خالی از ابر شد، بقیه ابرها متفرق شدن اطراف. لذا حبیب خدا مستجاب الدعوات بود، تا دعا میکرد دعا قبول میشد. برای ثعلبه دعا کرد، گفت خدایا ثعلبه را بده از مال و از اولاد. برای حضرت انس، مادر انس که انس 10 سال در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بود، مادرش گفت یا رسول الله برای انس دعا کن، خادم خاص رسول الله. رسول الله دعای خیر و برکت کرد برایش. انس خدای عزوجل چنان در مالش و در اولادش رونق داد، ترقی داد که این زمانی که انس فوت کرد، الان بحث میراث درباره ارث حضرت انس طلاب و علما همیشه میمانند، از بس که مالش زیاد بود، الان به ذهنم نیست چقدر بود، اما اولاد و نوهایش 120 نفر بودن وقتی که انس فوت کرد و از این دنیا رفت. لذا الله تعالی برکت داد، به این هم الله مال داد، با وجودی که منافق بود. دعای رسول الله بود. به ثعلبه 4 تا گوسفندش 8 تا شدند، 8 تا 20 تا شدند، منظور اضافه شدند. اون زمان مالداری بود، گوسفند و رمه بود، لذا کم کم ثعلبه احساس کرد که جایش تنگه برای گوسفندان، تو شهر نمیشه، یک مقداری دورتر رفت، حاشیه شهر، لذا به نمازها کمتر پیدا میشد. آخر کم کم حضورش کمرنگ شد، فقط روزهای جمعه پیدا میشد، دیگه با گوسفندانش مشغول بود، با مالش مشغول بود. بعد از اون بیشتر فاصله گرفت. هرچی که انسان سرمایش بیشتر باشه نیاز به جا و امکانات بیشتر دارد. رفت به بیابان، دیگه ثعلبه اصلا سر و کارش با مدینه نبود، سر و کارش با گوسفند بود، شب و روز مشغول بود. سال فرا رسید، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد ساعی را، عامل را، کسی که زکات جمع آوری میکنند، بروید زکات مال ثعلبه را بگیرید. رفتم پیش ثعلبه، گفتن زکات مال را. گفت مگه من اینها را جمع آوری کردم، این همه زحمت کشیدم که به شما بدم؟ فشارم از زکات نداد. لذا عامل دست خالی برگشت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراحت شد. ثعلبه متوجه شد، معلوم نیست چه فکر کرد. ثعلبه فوراً پشیمان شد و چند تا گوسفند به عنوان صدقه و زکات برداشت، خودش آمد خدمت رسول الله، یا رسول الله بگیر. رسول الله بهش توجه نکرد، گفت نمیخواد.
هر کاری کرد رسول اکرم صلی الله علیه و زکاتش را تحویل نگرفت. بعد از رسول الله در زمان ابوبکر صدیق آمد، ابوبکر هم تحویل نگرفت. بعد از ابوبکر در زمان عمر آمد، عمر هم تحویل نگرفت رضی الله عنهما. گفتن چیزی که رسول الله تحویل نگرفته ما چرا تحویل بگیریم؟ لذا این هستگاهی انسان را مال، وقتی که اهمیت مال و محبت مال در دل باشد و محبت دین کمرنگ باشد، اینطور میشه و این از صفات نفاق است. خیلی ها هستند دوست دارن برن جاهای زندگی بکنند که گوسفندانشان، شترانشان، بقیه اموالشان محفوظ بمانند، ولو اینکه در سال یک نماز هم در مسجد و در جمعه نخوانند. این خوب نیست. لذا برای کارهایتون برنامه ریزی بکنید، اما طوری برنامه ریزی بکنید که از قافله ی دین عقب نمانید، از این مسیری که انشاءالله این مسیر به بهشت می رود عقب نمانید. حق خدا را هم انجام بدید، حق بندگان خدا را، حق مال را هم انجام بدید، اونی که لازم است در راه خدا بدید. الله عزوجل انشاءالله دنیا را هم به خوبی می گذراند و آخرت هم آباد میشه. لذا الله اشاره می کند به این و منهم من عاهد الله، بعضی از آن منافقان هستند که عهد کردن با خدا، لئن آتانا من فضله، اگر به ما دادی از فضل خودت، اگر الله به ما از فضل خودش بده، لنصدقن، حتما ما صدقه میکنیم، ولنکونن من الصالحین، ما از بندگان صالح میشیم، در هر کار خیر ما همراه میشیم. فلما آتاهم من فضله، زمانی که الله اون را به از فضل خودش میدهد، این بدعهدی، عهد شکنی، بخلوا به، الله میفرماید بخل میکند به اون مال، و تولوا، و آنها برمیگردند پشت میدهند، و هم معرضون، در حالی که آنها اعراض کننده هستند از اطاعت، دیگه اطاعت نمیکنه، دیگه در حب مالش گرفتاره. الله می فرماید فاعقبهم نفاقا، اونها را دنبال کرده نفاقی که این نفاق فی قلوبهم، در دلهایشان هست، این نفاق در دلشان هست تا کی؟ الی یوم یلقونه، تا روزی که الله را ملاقات می کند. اعقبهم پشت سر خدا به اونها نفاقی داد، ای اعقبهم الله نفاقا فی قلوبهم، خداوند در دلشان نفاقی داد، فی قلوبهم. و بعضی گفتن از این سختر گفتن، تفسیر قرطبی میگه اعقبهم البخل نفاقا، خدا نفاق ایجاد کرد؟ نه، بخل در دل نفاق ایجاد کرد. بخل چطور ایجاد کرد؟ بما اخلف الله، چون با خدا خلف وعده کرد، با خدا عهد کرده بود. یک عزیزی گفت من با خدا عهد کردم چند سال پیش، تا حالا نتونستم، الان چیکار بکنم؟ من گفتم زودتر به عهدت وفا بکن، خدا خیرش بده وفا. تقریبا 10-15 سال پیش گفت تو هواپیما بودم، هواپیما میخواست سرنگون بشه و میخواست که سقوط بکنه. من اونجا عهد کردم خدایا اگر نجات یافتم 10 میلیون تومان میدم. اون زمان 10 میلیون تومان خیلی زیاد بوده، شاید 10 سال پیش به من گفت، 10 سال پیش از اون. لذا گفت که تا حالا ندادم. گفتیم زودتر برید، شما که با خدا عهدی میکنید تا فرصت بهتون میرسه به عهد خودتون وفا بکنید. خیلی از ما هستیم در مشکلات نظر میکنیم، بعد از اون که الله مشکل ما را حل میکند زود قبل از موت، معلوم نیست که بیاد، قبل از موت نظر را باید وفا بکنیم. الله میفرماید بما اخلف الله، اینا چون که با خدا خلف وعده کردن، ای بسبب اخلافهم ما وعد الله من التصدیق و الصلاح، اینها وعده کردند که ما تصدیق میکنیم، ما خودمون را اصلاح میکنیم، اما بعداً خلف وعده کردن و کاذب در آمدن و کونهم کاذبین، تفسیر مدارک نوشته.
لذا الله می فرماید فاعقبهم نفاقا، خدا به اونها نفاقی داد پشت سر اون، یا همین بخل به اونها نفاق داد. خیلی خطرناک است بخل، بالخصوص کسانی که زکات بر اونها است، در اعطای زکات، در دادن زکات ببینم بخل نکنند که بسیار خطرناک است. علاوه از این که خدای عزوجل در آخرت انسان را مؤاخذه می کند، در دنیا هم انسان آسیب می بیند، انسان ضرر می بیند. لذا الله می فرماید فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، نفاقی را الله ایجاد کرد در دلهایشان. این نفاق کی از بین میره؟ الی یوم یلقونه، تا روزی که خدا را ملاقات میکنند. الی یوم یلقونه اشاره بود به همین که دیگه ابوبکرم نگرفت، عمرم نگرفت، بعد از اون خود این بنده خدا مرد و رفت. بما اخلف الله ما وعدوه، این نفاق چرا آمد؟ به سبب این که خلف وعده کرد با الله آنچه که وعده کرده بود. لذا یک مسلمان وعده کند با خدا و بعدا وعده را انجام نده، این صفت نفاق است، باید انجام بده. و بما کانوا یکذبون، به سبب اینکه آنها دروغ گفتند. دروغ گفت من چینی میکنم، نکرد. لذا الله عزوجل میفرماید من از همه چیز خبر دارم. الم یعلموا ان الله یعلم سرهم و نجواهم، آیا آنان نمیدانند که الله سرشان را هم میداند و نجوایشان را؟ سر مخفیانه، نجوا و حرفای سرگوشی که دو نفر به هم دیگه میزنند فقط خودشون میشنوند. و ان الله علام الغیوب، الله علام الغیوب است، از همه غیب خبر دارد. لذا اینها هر کاری بکنند، نفاق داشته باشند، بخوان خیانت کنند در حق خدا و پرداخت نکنند حق خدا را، الله میداند اگر کسی دیگه نمیداند. لذا از همه چیز ما، از حسابهای ما الله خبر دارد، از اموال ما الله خبر دارد. باید الله را در نظر بگیریم. یعلم سرهم و نجواهم، از اسرار خبر دارد، از سرگوشی ها خبر دارد، علام الغیوب هست. این صفات باید مؤمن را اصلاح کند، هیچ چیزی از خدا مخفی نمیماند. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل